گل برای تراکتور در روز تولد خودش فوق‌العاده زد ضربش رو. امیر حسین زاده. ببینیم صحنه قبلی رو. کنترل توپ چرخش، یه ضربه دقیق کوچه دروازه پرسپولیس. باکی جریان میکنه، ضربش رو میزنه خطرناک. چه گلی زد باکیچ. دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی جای خوبی بود این ضربه کاشته و ازش استفاده کرد مارکو باکیچ. کار به تصاوی میکشه. یعنی این شکل ممکن ضربه شو زد. کردم نباید نقل بودن پرسپولیس باعث بشه تراکتور به راحتی بازی رو از دست بده. ضربه که زده شد هر چقدر به بدنش چشم آورد بیرون، ولی موفق نبود.